خب لایو شروع شد. سلام به همگی. بریم آهنگ پنبریز رو شروع کنیم. سلام به همگی. سلام به همگی. بریم یه بار دیگه آهنگ رو از اول گوش بدیم که دیگه آهنگ تموم شد جلسه رو شروع کنیم، چون دقیقا 3 دقیقه است. قسمت اصلی تغییر اصلا این جلسه است که تغییرات عمل کردیه. بعد کلن 400 نفر. من میتونم روی
بریز خود رویامه، مثل نور توی دنیامه، راه تو چراغ راهمه. آره واقعا بریز خود رویامه، مثل نور توی دنیامه، راه تو چراغ راهمه، زندگی با تو دیگه کارمه. خب دوستان بذارید من کامنت ها رو ببندم. خب سلام مجدد خدمت همه دوستان. امروز ادامه جلسه تغییر رو داریم که پریشب راجع به تغییرات ذهنی نگرشی صحبت کردیم، راجع به اینکه باورهای محدود کننده و سقف ذهنیمون رو بخوایم چجوری تغییر بدیم، بخوایم چجوری موفقیت فکر بکنیم، چجوری بتونیم ذهنمون رو کنترل بکنیم که انرژیمون و تمرکزمون رو بذاریم روی در واقع اون چیزهایی که میخوایم، چیزهایی که میخوایم بهشون برسیم، شوق رسیدن بهش رو داریم و چیزهایی که دوست داریم اون اتفاقات بیفتن و چجوری بتونیم از این انرژی فکرمون استفاده بکنیم، چجوری بتونیم از این تمرکزمون استفاده بکنیم و این تغییرها و این پارادایم هایی که حالا ذهنی بود، نگرشی بود، مثبت فکر کردن، دیدن زاویه مثبت هر اتفاقی یا همون هر اتفاقی که میفته در جهت رشد ماست، راجع به اینا صحبت شد و رسیدیم به تغییرات عملکردی، تغییرات رفتاری، الگوهای رفتاری که افراد از ما میبینن و حالا اون تغییراتی که توی اول کار از ما میبینن و به خاطر اون تغییرات در واقع با ما همراه میشن. اولین حالا تغییر عملکردی که اینم گفتیم که هر تغییر ظاهری تغییر محسوب نمیشه. مثلا همین داستان دیگه چند تا مثال زدیم، مثل کسی که تو سوپش آب لیمو میریخت مثلا تصمیم بگیره دیگه نریزه، یا کسی که فرقش چپ به راست باز میکرد حالا بگه از فردا میخوام راست به چپ باز بکنم. و این تغییراتی نیست که مثمر و ثمر باشه، تغییراتی نیست که فایده خاصی داشته باشه، تغییراتی نیستش که در واقع در روند موفقیت ما نقشی داشته باشه. همه ما میدونیم اینکه حالا فرقمون به چه سمتی باشه هیچ تأثیری توی موفقیت یا عدم موفقیت ما نخواهد داشت. پس بهتره که خودمون رو گول نزنیم و اگر که واقعا به این نتیجه رسیدیم که چیزی پارادایم یا تغییر ماه، باید انقدر قوی باشیم، انقدر قدرت اراده داشته باشیم که وقتی تصمیم میگیریم که تغییر بکنیم، تصمیم میگیریم که یه تغییری توی خودمون، یه تغییری توی زندگیمون ایجاد بکنیم، اونقدر قوی باشیم، اونقدر مثل یک قهرمان تصمیم بگیریم و عمل کنیم، نه مثل یک آدم بزدل و یک آدم ترسو و یک آدم بی اراده. چون اصل تغییر دقیقاً اون جاییه که قرار استیبل بشه، قرار همیشگی بشه. چون اگه یک چیزی فقط یک بار اتفاق بیفته که تغییر نیست. مثلا اگه شما هر روز ساعت 12 ظهر از خواب بیدار میشین، یه روز بیای 8 صبح بیدار شی، نمیتونی بگی تغییر کردی. وقتی میتونی بگی تغییر کردی که اون تغییر در تو استیبل بشه، اینکه تو دیگه بدون اینکه بخوای، بدون اینکه انرژی صرف کنی، بدون اینکه بهش فکر بکنی، ناخودآگاه 8 صبح بیدار باشی و دیگه سختت نباشه که 8 صبح بیدار بشی، سختت نباشه که مثلا توی دفتر حضور داشته باشی، سختت نباشه که بچه‌های سازمانت رو پیگیری بکنی. و اگر که هنوز سختت، هنوز باید به زور این اتفاق بیفته، هنوز خستت میکنه یک چیزی، یعنی هنوز اون تغییر اتفاق نیفتاده. بنابراین موقعی میتونی تو بگی تغییر کردی که بدون هیچ تلاشی اون اتفاقی که میخوای، اتفاق جدیدی که میخوای
جایگزین اون قبلی بکنی، رفتار جدیدی که میخوای جایگزین اون قبلی بکنی ایجاد بشه، اتفاق بیفته و به سادگی تو بتونی اون رفتار جدید رو انجام بدی. خب میریم سراغ تغییرات عملکردی که ما نیاز داریم. بچه‌ها تقریبا تمام چیزهایی که امشب راجبش صحبت میکنیم تمام چیزهاییه که نه فقط برای یک آدمی که میخواد توی نتورک مارکتینگ موفق باشه، برای هر آدمی، برای هر موفقیتی این ویژگی ها لازمه. یعنی برای هر موفق شدن تو هر زمینه‌ای شما نیاز دارید که این تغییرات رو انجام بدید. حالا میریم سراغ اولین تغییر، کنار گذاشتن تنبلی. خب این دیگه یکی از بدیهی ترین تغییراتیه که هر فردی وقتی میخواد موفق بشه، میگم اصلا ما نتورک رو کار نداریم، شما میخوای یه بازیگر موفق بشی، میخوای دکتر شی، میخوای نمیدونم خواننده موفقی بشی، میخوای فوتبالیست حرفه‌ای بشی، تو هر زمینه‌ای که بخوای موفق بشی، اگر که میخوای آدم بزرگ موفق و برندی بشی، باید تنبلی تو بذاری کنار. یعنی همه اون آدمایی که عاشق خوابیدنن، عاشق استراحت کردنن، عاشق تفریح کردنن، اگه نخوان که این وضعیت رو تغییر بدن، هیچ وقت طعم موفقیت رو نمیچشن. باید وقتی که میخوای توی یه چیزی موفق شی، باید تصمیم بگیری کمتر بخوابی، کمتر استراحت کنی، زودتر بیدار شی، بیشتر تلاش کنی، دیرتر خسته بشی. و اگر که بتونی این ویژگی ها رو دائم توی خودت تقویت بکنی، یعنی شاید از روز اول گفتم، توی جلسه قبلی هم گفتم که شاید یه نفری که هر روز مثلا 30 سال عادت داشته 12 ظهر از خواب پاشه و الان بیای بهش بگی که 8 صبح باید بیدار شی، شاید براش سخت باشه، شاید لازم باشه که نیم ساعت اینو بیاره عقب تا برسونه با ساعت 8. ولی میگن که لازم نیست که بهترین باشی تا شروع کنی، ولی برای بهترین بودن باید شروع کنی، باید از اینجا شروع کنی، باید از یه نقطه شروع کنی، کمتر بخوابی، زودتر بیدار شی، کمتر استراحت کنی، دیرتر خسته بشی. همیشه وقتی که مثلا 1 ساعت کار میکنی خسته میشی، باید بری استراحت کنی، باید بری یه چای بخوری، باید بری یه نمیدونم 5 دقیقه نفس عمیق بکشی یا یه چیزی بکشی. اینو بکن 1 ساعت رو بکنش 1 ساعت و نیم. بگو من همیشه 1 ساعت کار میکردم و به استراحت نیاز داشتم، الان بخوام اینو بکنم 1 ساعت و نیم. 1 ساعت و نیم کار کن، خودتو بکشون. ببین تغییر وقتی یه جایی سختته، وقتی یه چیزی خارج از تحملته، خارج از ظرفیتته، تغییر کردن اینجوری اتفاق میفته. خب تو باید کش بیای. مثلا من الان اینجا هم یه چیزی مثلا اونجاست، پشت این آباژور است، من اگه بخوام اونو به دست بیارم، خب دستم که بهش نمیرسه. مثلا الان میخوام همین چوبه رو بردارم، همین شمعه که حالت چوب داره، خب دستم که بهش نمیرسه، چجوری میتونم به اون برسم؟ اونم که به من نزدیک نمیشه. من باید کش بیام، من باید به اون برسم. وقتی که من این فاصله میشه فاصله رشد من. وقتی که تو میخوای به یه چیزی برسی، به یه سطح انرژی، به یه سطح کار کردنی، به یه لول اپی، به یه حجم فروشی، به هر چیزی که هست، خب اون که به تو نزدیک نمیشه، تو باید به اون برسی. تو هم الان اینجایی، مثلا اون اینجاست، انقدر با هم فاصله دارید. این فاصله رو تو باید کش بیای، تو باید بزرگ شی، تو باید قوی تر شی، تو باید. پس وقتی که حالا توی این لحظه های کش اومدن، وقتی که تو با شادی، لذت، با آگاهی به این که به خاطر اینکه به اون برسم الان دارم این سختی ها رو تحمل میکنم و هی بخوای که ذره 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 کش بیای، بزرگ میشی و به اون جایگاه میرسی، بزرگ میشی توی سختی ها، توی چالش ها، توی هر لول اپی، هر چیزی که قراره بگذرونیش بری مرحله بعد، تو بزرگ میشی. یا بزرگ میشی یا میترکی. یعنی اگه نخوای کش بیای، نخوای بزرگ شی، خورد میشی دیگه، نابود میشی، ناپدید میشی، چون تو اون لول نمیتونی وایسی، بالاترم نمیتونی بری، چون رشد نکردی، کش نیومدی، بزرگتر نشدی و تو اون لول وای میستی و کم کم دیگه ناپدید میشی، کم کم
از بین میری. خب پس به این نکته خیلی باید توجه بکنید بچه. این فاصله ما با همه اون چیزی که میخوایم و از ما بالاتره یا از ما دوره، همین کش اومدن است و این کش اومدن همون تغییر کردن است. این کش اومدن همون بزرگ شدن است. همین تلاش، همین یه ذره تلاش بیشتر، یه ذره کم نیاوردن بیشتر، یه ذره کار کردن بیشتر و اینکه واقعا نیازه برای موفق شدن تو هر زمینه‌ای، تو هر کاری. اگه نگاه کنید میبینید اون آدم‌ها 20 سال 30 سال بی‌وقفه کار کردن، بی‌وقفه تلاش کردن بدون اینکه ذره‌ای بخوان نمیدونم تنبلی کنن، مثلا زورشون بیاد. خیلی از افراد رو من میبینم که مثلا 2 ساعت دفتر کار داره و زورش میاد به خاطر 2 ساعت بیاد دفتر، میگه ولش کن از همون خونه پیگیری میکنم. یا لیدرم هست دیگه، به بچه ها میگم مثلا برن پیش لیدرم. خب و همین باعث میشه که به همین سادگی، همین تنبلیه، من خیلی وقتا حتی 1 ساعت دفتر کار داشتم ولی رفتم کارمو انجام دادم برگشتم. 1 نفر رو قرار بوده اونجا ببینم میدونی، ولی رفتم کارمو انجام دادم و هیچ وقت ندیدم مثلا لیدرم تنبلیش بیاد از کار کردن. حتی شده مثلا شاید خیلی تایم محدودی داشته، حتی شده چه میدونم 12 شب تا 5 صبح جلسه گذاشته ولی اون کاری که باید انجام میداده رو انجام داده، بدون خستگی، بدون تنبلی، بدون اینکه بخواد چیزی رو بندازه به فردا، بندازه به پس فردا. و اگر که واقعا ما به این درک برسیم که هر کاری که میخوایم توش موفق شیم، شما مثلا کریس رونالدو رو نگاه کن، چند ساله که داره زحمت میکشه، چند ساله رژیم غذاییشو داره، چند ساله تمرینات سخت بدنسازی و نمیدونم حرفه‌ای فوتبالشو داره. خب خیلی سخته، کار ساده ای نیست و به خاطر همینم هر کسی کریس رونالدو نمیشه. اینکه تو تحت هر شرایطی به رژیم غذایی پایبند باشی، تحت هر شرایطی به تمرینت پایبند باشی، نگی وای ول کن حالا امشب دیر خوابیدم دیگه بذار مثلا فردا دیگه نمیرم تمرین، حالا الان مهمونی داریم دیگه، حالا این یه شب و رژیممو بشکنم چیزی نمیشه که. میدونی دقیقاً آدم خاص بودن، آدم برند بودن، آدم موفق بودن سختی‌های خاص خودش رو داره و اگر تو بخوای برسی به این حالا درجه از موفقیت، لازم داری که آدم خاصی بشی. اگه قراره ماهی نمیدونم 300 400 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد پول در بیاری، چون عدد کمی نیست، درآمد خاصیه، به آدمی داده میشه که خاص باشه دیگه، به آدمی داده میشه که تونسته باشه از خوابش بگذره، از تنبلیاش بگذره، تونسته باشه تحت هر شرایطی کاری که باید انجام بده، خسته نشه، کم نیاره، ول نکنه، جا نزنه تا به اون چیزی که باید برسه. خب دومین تغییری که ما باید بکنیم باز توی هر سیستمی، نه نتورک مارکتینگ، من اصلا میگم تک تک این ویژگی هایی که گفته میشه الان اصلا برای موفق شدن تو نتورک نیست، برای انسان موفقی بودنه، نه برای اینکه حالا ما چیکار کنیم، تو چه تغییراتی لازم داریم برای اینکه تو نتورک موفق شیم، چه تغییری لازم داری که تبدیل به آدم موفقی بشی، چه توی نتورک چه توی هر تجارت یا بیزینس یا هر چیز دیگه ای. خب حالا میرسیم به دومین تغییر که این هم به نظر من یکی از بزرگترین تغییراتی هستش که ما نیاز داریم انجام بدیم تا فرد موفقی بشیم. اونم کنار گذاشتن غروره. کلن غرور درد داره، یعنی هیچی جز درد نداره. آدمایی که مغرورن فقط درد میکشن و توی این کار خیلی ها به خاطر غرورشون موفق نمیشن، یعنی دقیقاً به خاطر اینکه نمیتونن از غرورشون بگذرن. یا توی هر کار دیگه ای، مثلا یه نفر الان مثلا سوپر استار سینماست، وقتی ازش میپرسی که از کجا شروع کرده، مثلا همین جواد عزتی، من حالا آخرین چیزی که داشتم ازش میخوندم گفتش که واسه کانون فرهنگی هنری اجرا میکردیم تو چمنای پارکا.
خب و از مثلا 30 سال این آدم داره کار هنری میکنه. از کجا شروع کرده؟ از جاهای کوچیک واسه بچه‌های مدرسه‌ای اجرا میکرده، رو چمن‌های پارک اجرا میکرده و امروز رسیده به جایی که شاید وقتی اسمش توی فیلم میاد یا توی فیلم سینمایی میاد یا توی سریال های خانگی میاد، خیلی ها براشون جذابیت داره که ببینن یا شهاب حسینی یا نوید محمدزاده یا هر خواننده‌ای که الان برنده. وقتی نگاه میکنی مثلا محسن یگانه میگه من حتی خودم گیتار نداشتم، گیتار درس میدادم، با گیتار خود هنرجوها به خودشون درس میدادم، خودم هم تمرین میکردم. و همه این آدم ها یه روزی از غرورشون گذشتن، یه روزی کارهایی رو کردن که شاید واسهشون سخت بوده و شاید حرفایی رو شنیدن، شاید تحقیر شدن، شاید مسخره شدن، شاید خیلی اتفاقات براشون افتاده، ولی امروز تو جایگاهی هستن که شاید خیلی ها حسرت داشتنشو دارن. و توی نتورک مارکتینگ هم همینطور. خود من، لیدرهام، دایرکت هام، کراس-لاین هام، تک تک آدم های موفقی که وجود دارن دقیقاً افرادی هستن که شاید خیلی جاها از غرورشون گذشتن، خیلی جاها از خیلی آدم هایی که اصلا شاید نمیدونم، حالا قضاوتشون نکنیم، ما نگاه از بالا به پایین نداریم هیچ وقت به هیچ کس، ولی مثلا اون آدم خودش هیچی نبوده و اومده حرفهایی رو به ما زده که مثلا خب خیلی سخته. میدونی آره، آدم به غرورش بر میخوره، آدم خیلی جاها براش سنگین تموم میشه، گرون تموم میشه، خیلی حرفها رو شاید دوست نداره، ماها سالها بهش فکر میکنه، خیلی جاها شاید بهش خندیدن، مسخرش کردن، باورش نکردن. و آره این غروره شاید خیلی جاها درد داشته، ولی اون آدمی که میتونه از غرورش بگذره کمتر درد میکشه. اون آدمی که میگه مهم نیست، همه میگن وقتی میخوای بری بالا اول باید یه قدم از جایگاهی که داری بیای پایین، بعد اوج بگیری. مثل یه فنری که فشرده میشه بعد پرتابت میکنه به چند مرحله بالاتر از اون چیزی که هستی. گذشتن از غرور هم همینه. تو از غرورت میگذری، خیلی جاها خیلی چیزها شاید برات سنگین باشه، بهت بر بخوره، ولی از غرورت میگذری، هم درد کمتری میکشی، همین که میای پایین این فنر رو فشار میدی برای اینکه بعد بری توی جایگاهی که بالاتر از اون آدم ها قرار میگیری و اونا سالهای بعد افتخارشون اینه که یه روزی دوست تو بودن، یه روزی خانواده تو بودن. میدونی چی میگم؟ پس برای اون روز تو امروز باید از غرورت بگذری. حالا یه سری جاهای کارم که ما خیلی وقتا غرور اصلا مانع کارمون میشه، مثلا در مقابل این که مثلا شاید دایرکتمون، شاید لیدرمون کوچیکتر از ماه، اصلا اینا نباید برای ما مهم باشه. طرف میگه آره مثلا لیدرم کوچیک‌تر از منه، اومده سر من داد داده یا به من گفته فلان کارت غلط بوده. خب غلط بوده، لیدرت تو سیستم لیدرته، سنش مهم نیست، جنسیتش مهم نیست. باید این مسخره بازی‌ها رو بذاریم کنار. اون از من کوچیک‌تره، من از اون بزرگترم، دختر بودن، پسر بودن، مرد بودن، زن بودن، تجربه کاری بیرون سیستم داشتن، همه اینا رو باید بذاریم کنار. غرور در مقابل لیدرمون نباید داشته باشیم، غرور در مقابل بچه‌های سازمانمون نباید داشته باشیم. خیلی از ماها وقتی که رشد میکنیم یه تله‌ای تو نتورک وجود داره به اسم تله غرور، میافتیم تو تله غرور توسط افرادی که بچه‌های سازمان ما هستن، اومدن تیم ما رو تشکیل دادن، با هم کار کردیم، رشد کردیم. حالا نباید در مقابل اونا غرور داشته باشیم، نباید خودمون رو واسه اونا بگیریم، نباید طوری رفتار کنیم که اونا احساس کنن که در مقابل ما احساس ضعف کنن، احساس کوچیک بودن بکنن. و این غرور در مقابل لیدر یا غرور در مقابل مجموعه واقعا باعث میشه که سازمان آسیب‌های جدی ببینه. همیشه من اینو از لیدرام یاد گرفتم که ما اینجا فقط تنها تفاوتمون زودتر اومدن و دیرتر اومدنمونه، وگرنه هممون با هم همکاریم. میدونی چیه؟ و این چیزیه که تو باید یاد بگیری که کلن غرور تو بذاری و اصلا هر کاری که میخوای انجام بدی غرور تو بذاری پشت در،
پشت اون کار و اون کار رو بدون هیچ غرور، نه من فلان کارو کنم، نه من نمیکنم، من نمیرم محصول بفروشم، من برم به فلانی زنگ بزنم. در مقابل لیدرت، دایرکتت و تجارتت هیچ غروری نباید داشته باشی. نه بعضیا رو من دیدم میگه نه دیگه من به هر کسی یه بار یه حرفیو میزنم، بهش گفتم بیا، نیومد دیگه بهش نمیگم. نه فلانی گفتم فلان محصول داریم، گفت نمیخوام فعلا، لازم ندارم، دیگه من بهش نمیگم. و همین غروره و همین عدم پیگیری کردنه و همین داستانهایی که ما داریم خیلی وقتا باعث میشه که ما هیچ وقت طعم موفقیت رو نچشیم و فقط میچسبیم به غرورمون و فقط درد میکشیم و فقط آسیب میبینیم. خب سومین ویژگی که باید تغییر بدیم تو خودمون تا بتونیم فرد موفقی بشیم، بازم میگم فرد موفقی بشیم تو هر زمینه‌ای، اینه که خجالتی بودنمون رو باید بذاریم کنار. یک فرد خجالتی که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه توضیح بده چیزی رو که تو ذهنشه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه از تجارتش دفاع کنه، نمیتونه حقش رو بگیره، هیچ وقت نمیتونه آدم موفقی بشه. من میگم خجالتی نبودن، من بحثم این نیست که مثلا شما آدم پر رو وقیحی باشید، میگم شما خجالتی نباید باشید. وقتی یکی داره بهتون میگه نه مثلا محصولاتتون گرونه، نمیدونم فلانه، تو باید بتونی از خودت دفاع کنی. اون میگه محصولاتتون گرونه، تو هم مثلا رود نمیشه حرف بزنی، مثلا همینجوری سرتو تکون میدی، لبخند میزنی. میدونی خب کی باید اونو توجیه بکنه؟ برای چی تو حرف نمیزنی؟ برای چی از محصولت دفاع نمیکنی؟ برای چی نمیای دو تا مقایسه کنی که کدوم محصول ما گرونه میشه مثلا یکیشو مثال بزنید؟ بعد طرف میگه الان گرون ترین محصول ما چیه؟ محصولات خاویارمونه دیگه، که گرون ترین محصولات روی سایت ماه، 600,000 تومانه، 600 خورده ایه. شما برو محصول خاویار با این کیفیت بیار، زیر 2 میلیون نیست. کی گفته محصولات ما گرونه؟ شما میدونید چی و با چی داری مقایسه میکنی؟ شما باید محصول خاویار رو با محصول خاویار مقایسه کنی. محصول خاویاری که با این کیفیت تو بازار موجود باشه زیر 2 میلیون، 2 میلیون و نیم نیست. پس محصول ما خیلی هم ارزونه، چون 1/5 اون 1/4 اون قیمت داره. یا وقتی کسی داره میگه آخه کار شما کار نیست، من از اینجور کارا خوشم نمیاد، یا مثلا مسخره بازیه یا کلاهبرداریه، بعد دارن مسخره میکنن چی شد بنز تو خریدی فلان، بعد تو هم نشستی مثلا سر تکون میدی، خجالت میکشی حرف بزنی. خب چه اتفاقی میفته به نظر تو؟ به نظر تو میتونی تو این کار موفق شی؟ به نظر تو میتونی آدم بزرگی بشی؟ تو که نمیتونی توضیح بدی راجع به کاری که داری میکنی، دفاع کنی از چیزی که هستی، نمیدونم، و نذاری آدم ها بهت توهین کنن، به خودت، به تجارتت، به شخصیتت، و نمیتونی حقتو بگیری، چجوری میتونی آدم موفق باشی؟ باید کم کم شروع کنی به حرف زدن، کم کم شروع کنی به دفاع کردن، کم کم نمیگم دعوا کنی دا بچه‌ها. وقتی که من میگم وقتی که تو خانواده‌تون مثلا تو نشستی 4 نفر نشستن دارن مسخره میکنن، نمیخواد دعوا کنی بهشون، فوش بدی، پرخاشگری کنی، 4 تا ابجکشن هم اضافه کنی که نگاه کن مثلا این ببین چه شکلی شده، این اصلا اینجوری نبود، فلان نبود، عصبی شده، فلان شده از وقتی رفته تو این کار. انقدر این رفتارهای اشتباه رو ما انجام دادیم که خیلی از خانواده ها دقیقاً به خاطر همین چیزایی که شنیدن فکر میکنن که نتورک خوب نیست. خب در صورتی که لازم نیست شما اصلا بی احترامی کنی، شما کاملا محترمانه از حقت دفاع کن، از تجارتت دفاع کن. وقتی آدما دارن حرف میزنن تو ازشون سوال بپرس، بگو مگه شما چیزی از این کار میدونید؟ میشه یکیتون 10 دقیقه راجع به نتورک مارکتینگ توضیح بده؟ 2 تا سوال ازشون بپرس ببین اصلا میتونن جواب بدن، اصلا میدونن محصولات ما چیه، اصلا میدونن سبک درآمدزایی ما چیه، اصلا میدونن نتورک مارکتینگ تو دنیا، تو اقتصاد دنیا چه جایگاهی داره. همینا رو ازشون بپرس و نذار دیگه خندیدن و مسخره کردن ادامه بدن. ازشون بپرس شما اصلا میدونید نتورک مارکتینگ چیه؟ میدونید تو تمام کشورهای پیشرفته دنیا یه بخش عمده مسائل اقتصادیشون رو شرکت‌های نتورک مارکتینگ میگذرونن، اشتغال زایی و گردش مالی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای.
اصلا چیزی ازش میدونید؟ اصلا اطلاعاتی دارید؟ اصلا این شرکتی که دارید مسخره میکنین 2 تا محصولش رو استفاده کردین؟ اصلا نزدیک پلن درآمدزاییش رو دیدین؟ اگه ندیدین چرا دارین نظر میدین؟ کاملا محترمانه. بعد تو شروع کن صحبت کردن. بچه‌ها یه شعری هست میگه نعمت روی جهان قسمت پر رویان است، خونه دل میخورد آن کس که حیایی دارد. اینجا منظورش از پر رو بودن و این حیا، همین منظورش اینه که تو جرأت و جسارت حرف زدن و دفاع کردن از حقش رو داشته باشی، یا اینکه انقدر بیزبون و خجالتی باشی که همه بزنن تو سرت. هر کی رد میشه یه چیزی بهت بگه، هر کی رد میشه حق تو بخوره، هر کی رد میشه مسخرت کنه، هر کی رد میشه یه چیزی بهت بگه و تو هم هیچ وقت هیچ جوابی نداری که بدی. دونی؟ بنابراین باید تمرین کنید کم کم حرف زدن رو. چرا ما میگیم بیاید دفتر؟ چرا ما میگیم فالو کنید؟ چرا ما میگیم تو جلسه هفتگی بلند شید صحبت کنید 5 دقیقه؟ برای همینه که ترستون بریزه، خجالتی بودنتون بریزه، کم کم بتونید حرف بزنید، بتونید راجع به کارتون حرف بزنید، از کارتون دفاع کنید، از خودتون دفاع کنید، از حقتون دفاع کنید. من یادم یه بنده خدایی بود وقتی اومد تو سازمان ما، این بنده خدا حرف زدنم بلد نبود. یعنی وقتی ما بهش سلام میدادیم میخواست جواب سلام ما رو بده، کل صورتش قرمز میشد و کم کم با حضور توی دفتر، با صحبت کردن تو جلسات به جایی رسیده بود که وسط دفتر وای میستاد، معرکه میگرفت، 10 نفرم دورش جمع میکرد، داد میزد، صحبت میکرد، ایمانی میزد و همه دورش جمع میشدن. و تو این کار یکی از بزرگترین چیزهاش اینه که وقتی باهاش همراه میشی کم کم همه این تغییرات رو در تو به وجود میاره. یعنی وقتی که تو بخوای واقعا با همه وجودت کار بکنی، با همه وجودت میخوای که رشد بکنی، با همه وجودت میخوای که تغییر کنی، وقتی تو روند کار قرار میگیری ذره 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 اصلا تغییرت میده، صبورتر میشی. حالا میرسیم به آیتم بعدی، همین صبورتر بودنه. این همه این تغییرات در تو به وجود میاد. خجالتی بودنت کم کم بین میره، میتونی حرف بزنی، غرورت کم کم تو برخورد با آدما، همنشینی باهاشون، غرورت کم کم از بین میره و اون تغییرات ناخودآگاه در تو ایجاد میشه. فقط باید همراه باشی و کار بکنی. خب تغییر بعدی دقیقاً همین صبور بودنه. ما اینجا باید آستانه صبر خودمون رو ببریم بالا. دقیقاً همین موضوع کش اومدن اینجا هست. وقتی تو از یه چیزی عصبانی میشی، وقتی تحملت تموم میشه، وقتی احساس میکنی دیگه داری میمیری، دیگه داری خفه میشی، دیگه مثلا چالش‌ها به یه جایی رسیده، یا اتفاقات تیم، یا حجم کارا، فشار کار به یه جایی رسیده که انقدر زیاد شده که نمیتونی تحمل کنی، اینجا 2 تا اتفاق میفته: یا میترکی یا کش میای. باز کش میای، بزرگتر میشی، صبرت بیشتر میشه، تحملت بیشتر میشه، آدم بزرگتری میشی، آدم خفنتری میشی و ظرفیتت افزایش پیدا میکنه. در واقع اگر همیشه مثلا ظرفیتت 10 بوده میره رو 12. خب 2 درجه دیرتر عصبانی میشی، 2 درجه دیرتر خسته میشی، 2 درجه دیرتر کم میاری. این کش اومدنه توی بحث صبور بودن خیلی اتفاق میفته. بچه‌ها توی کار ما یا اصلا هر کاری، قسمت اول کار، مخصوصا کارهایی که با توانمندی شخصی در واقع پیش میره، مثل همون میگم خوانندگی، بازیگری، فوتبالیست بودن، نتورک کار کردن، اینا چیزاییه که شما توانمندی شخصیتون رو باید ببرید بالا تا بتونید توش موفق شید دیگه. مثلا یه بازیگر شاید کارهای اولش رو نگاه میکنی خیلی حرفه‌ای نیست، ولی هر کاری که میره جلو چقدر حرفه‌ای تره، چقدر میمیک صورتش، رفتارش، اکتاش، تون صداش و همه چیش متفاوته با اون مثلا بازی‌های اولش. چرا؟ چون داره توانمندی‌های خودش داره رشد میکنه در حین کار کردن. فوتبالیست همینطور، خواننده همینطور، کارهای اولی که اجرا کرده با کارهای بعدیش، و نتورکر هم همینطور. شما باید لول به لول توانمندی‌های شخصیتون رو بزرگتر کنید که خودتون بزرگ شید، بیاید یه مرحله بالاتر لول اپ بکنید. وگرنه اگر شما همون بمونید
خب جایگاه شما چجوری باید رشد کنه؟ تو همون فوتبالیستی، تو همون بازیگری که باید کار بکنی روی خودت و مهارت‌هات که لول به لول بری بالا. اگر کار نکنی، اگر این ظرفیت رو در تو گسترش پیدا نکنه، اگر صبورتر نشی، مثلا اول کار 5 تا بچه داشتی، اگه صبرت در حد همون 5 تا بمونه، وقتی شدن 50 تا بچه جواب 50 تا رو چجوری میخوای بدی؟ به کاراشون چجوری میخوای برسی؟ از مثلا اون 5 تا 2 تاشون غر میزدن، از این 50 تا 20 تاشون غر میزنن. چجوری میخوای تحمل کنی؟ چجوری میخوای فالوشون کنی؟ فشار کار، آموزش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هندل کردنشون و همه اینا. خب پس تو باید صبورتر بشی، تو باید تحمل تو ببری بالا، تو باید کنترل احساساتت رو قوی تر بکنی، باید مدیریت و برنامه ریزیت رو قوی تر بکنی تا بتونی اینا رو هندل بکنی. خب پس این من دقیقاً میتونم بگم که هر سالی از نتورکم که گذشته واقعا آدم صبورتری شدم. یعنی الان وقتی به این فکر میکنم که مثلا یه سری چالش هایی که امروز دارم اگر 2 سال پیش داشتم، به این فکر میکنم که قطعا من متلاشی میشدم. ولی خب چون این لول این کش اومدن اتفاق افتاده، همینجوری یه مرحله قوی تر شدم و شاید امروز چالش هایی رو میتونم بپذیرم و تو خودم حل کنم که شاید 2 سال پیش واقعا تواناییشو نداشتم. واقعا وقتی بهش فکر میکردم میترسیدم، نمیتونستم حلش کنم، نمیتونستم تحملش کنم. ولی امروز به سادگی شاید سخت‌ترین چالش ها یا سخت‌ترین اتفاقاتی که شاید زندگی هر کسی رو مثلا 6 ماه 1 سال دوچار چالش بکنه، شاید برای من حل کردنش تو خودم مثلا 1 روز طول بکشه. حالا اگه نگم واقعا مثلا 5-6 ساعت، چون شاید باور نکنید، بگم 1 روز، بگم 2 روز طول میکشه. چیزی که شاید مثلا یک آدم معمولی رو 1 سال درگیر کنه. خب پس این نتیجه چیه؟ نتیجه همین یه ذره کش اومدنه، صبورتر شدنه، قوی‌تر شدنه، بزرگتر شدنه که تو انقدر قوی و بزرگ و صبور میشی که هر چالشی میاد در تو حل میشه. میدونی تو یه لیوان آب اگه یه سنگو بندازی ممکنه لیوان بشکنه و آب بریزه و همه چی متلاشی بشه، ولی توی یه دریا وقتی یه سنگ میندازی اصلا دیده نمیشه. میدونی چی میگم؟ پس تو باید امروز ببینی که تو اون لیوان آبی یا اون دریایی و اینکه میخوای اون دریاه بشی. اون دریاه شدن یه شبه اتفاق نمیفته. باید هر روز، اگه همیشه دایرکتت میمد یه چیزی میگفت دستش عصبانی میشدی، سعی کن اگه فردا همون اتفاق افتاد عصبانی نشی، تحمل کنی، صبر کنی، فکر کنی، نفس عمیق بکشی و یه رفتار منطقی و لیدرانه از خودت نشون بدی. همین باعث میشه تو یه درجه صبورتر بشی، دیگه از اون رفتارش عصبانی نمیشی. همین میبرتت مرحله بعدی. خب و همینجوری لول به لول با همه سختی ها و چالش ها با صبر و حوصله رد میشیم تا همینجوری آدم قوی‌تر و بزرگتری بشیم. خب تغییر بعدی خودخواه نبودنه. خودخواه نبودن. خیلی از افراد، اصلا همه افراد، چرا بگیم خیلی از افراد، همه افراد به 3 چیز فکر میکنن: من، خودم، خیشتنم. یعنی ما همیشه بهترین ها رو برای خودمون میخوایم، همیشه طوری برنامه ریزی شدیم، همیشه طوری زندگی کردیم که بخوایم بهترین چیزها رو برای خودمون داشته باشیم، یا حتی اگه بهترین چیزها رو برای مثلا خودمون نخوایم. مثلا دیدین این املاکی ها یا این نمایشگاه ماشینی ها چجوریان؟ اگه مثلا یه ماشین خوب گیرشون بیاد، خودشون هم اگه لازم نداشته باشن سعی میکنن به خواهری، برادری، پدر مادری، دوست و آشنایی اونو بدن که از دستشون خارج نشه، تو همون اطرافیان خودشون بمونه، یا یه ملک خوبی که هست یا هر چیز خوبی که هست. ما همه چیزهای خوب رو اول برای خودمون میخوایم، بعد برای عزیزانمون. یعنی این تو همه ما هست، این خودخواهی تو همه ما هست که دوست داریم بهترین چیزا برای خودمون باشه، همه چیز برای خودمون خوب باشه، همه چیز رو روال باشه، همه چیز اوکی باشه. ولی توی کار
اینو بدون که مخصوصا توی کار ما شما وقتی موفق میشین که به جز خودتون به فکر بقیه باشین. یعنی من میگم شما حتی اگه خودخواه ترین آدم روی زمین باشید، برای اینکه نتورکر موفق شید باید خودتون رو فراموش کنید و بچه‌های مجموعتون رو رشد بدید، دایرکتاتون رو رشد بدید، چون تنها در صورتی شما رشد میکنید که اونا رو رشد بدید. پس تنها در صورتی شما میتونید موفق شید که خودتون رو بذارید کنار، برنامه‌های خودتون رو بذارید کنار، روند عادی زندگی خودتون رو بذارید کنار و اولویتتون برای یه تایم 3-4 ساله حداقل بچه‌های سازمانتون باشن، برنامه‌های سازمانتون باشن، دایرکتاتون باشن. وقتی اونا رو رشد بدین، من بارها و بارها چه اینو تو خودم چه تو لیدرهام دیدم که ما بارها و بارها به خاطر برنامه‌های سازمان برنامه‌های خودمون رو کنسل می‌کردیم، از مهمونیمون میگذشتیم، از وقت دکترمون میگذشتیم، نمیدونم هر چیزی که بود اولویت با بچه‌های مجموعه بود، برنامه‌های مجموعه بود. میدونی چی میگم؟ و بنابراین این چیزی بود که باعث شد شاید خب ما خیلی بیشتر و خیلی زودتر از خیلی افراد دیگه حالا بخوایم رشد بکنیم. بنابراین تو اینو باید بفهمی که توی این سیستم اگر میخوای پول خوب در بیاری، اگه میخوای رشد کنی، اگه میخوای موفق شی، باید خودتو بذاری کنار و به فکر بچهای سازمانت باشی. اون افرادی که فقط به فکر خودشونن، به فکر خواب و استراحت و تفریح و منافع خودشون و رده زدن خودشون و فقط لول اپ کردن خودشون و به هر طریقی بخوان بچهای سازمانشون استفاده کنن فقط برای اینکه خودشون لول اپ کنن، خودشون بخوان یه رده ای رو بزنن، این افراد شاید موقتی به یه جایگاهی برسن ولی خیلی زود میبینید که هم خودشون رو از بین میبرن و هم سازمانشون رو. بنابراین ما باید بیشتر از خودمون به فکر بچه‌های سازمانمون باشیم، چون اگر اونا رشد کنن و موفق شن، قطعاً ما هم به موفقیت بزرگی میرسیم. خب مسئله بعدی بحث خودرأی نبودن. خب ما میدونیم که نتورک مارکتینگ یه تجارت تیم ورکه و اینکه ما بیایم توی یک تیم ورک منیت خودمون رو بیاریم و فقط بخوایم تکی تصمیم بگیریم، قطعاً آسیب میزنیم هم به خودمون هم به سازمانمون. الان دیگه بیشتر در واقع سازمان هایی که خیلی رشد یافته هستن و خیلی سیستم مدیریتی حرفه‌ای دارن، حتی یک مدیر عامل خودرأی نیست، یعنی میاد از افراد متخصص تو هر زمینه‌ای، تو زمینه تولید، تو زمینه برندینگ، تو زمینه تبلیغات، تو زمینه برنامه ریزی، تو زمینه فروش و مارکتینگ، میاد از متخصص همون موضوع استفاده میکنه، از تخصصش، از مشورتش، از رأیش استفاده میکنه برای اینکه بهترین روند رو پیاده سازی کنه و بیشترین رشد رو ایجاد بکنه. حالا فرض کن این داره الان توی یه سیستم سنتی اتفاق میفته که حتی یک مدیر عامل یا صاحب یک کمپانی نمیاد خود رأیانه تصمیم بگیره، میاد حداقل 5 نفر 10 نفر متخصص دیگر رو دخیل میکنه و با هم یک روندی رو پیش میبرن. حالا فرض کن دیگه نتورک مارکتینگ که تیم ورکه، اصلا یه کار تیمیه. شما توی یه کار تیمی نمیتونی منورک کنی، نمیتونی فقط خود رأی و خود سرانه هر تصمیمی که میگیری بری پیاده سازی کنی بدون اینکه مشورت کنی، بدون اینکه جوانب مختلفش رو بسنجی، بدون اینکه آسیب ها، بدون اینکه چالش ها، بدون اینکه منفعت ها و مضراتش رو بخوای در بیاری و همینجوری فقط یه فکر و ایده‌ای به نظرت برسه و بدون اینم که به کسی بگی یا مشورت کنی یا نظرات دیگران رو بخوای یا میگم از جوانب مختلف بررسیش کرده باشی، فقط بخوای بری پیاده سازی بکنی، قطعاً آسیب میبینی و قطعاً آسیب میزنی. خب ما اصلا وقتی آسیب میزنیم یعنی آسیب میبینیم دیگه، چون وقتی آسیب میزنیم به سازمانمون، سازمان کیه؟ سازمان ماه، پس خودمون در رأس بیشترین آسیب رو میبینیم. بنابراین اینو باید یاد بگیریم که اصل اینجا کار تیمیه و اصل کار تیمی مشورت کردنه.
کار تیمی، کار تیم ورک، مشورت کردن و باید یاد بگیری هر کاری که میخوای انجام بدی قبلش با لیدرهات راجبش مشورت بکنی، زوایای مختلفش رو بسنجی و بعد بری تو پیاده سازی کردنش. مطلب بعدی مطلبیه که خیلی مهمه، 7مین پارادایمی که ما باید بزنیم تا بتونیم یک فرد موفق بشیم. منظم بودن متاسفانه باز چیزیه که شاید خیلی ها ازش بهره‌ای نبردن و وقتی که نگاه میکنی میبینی که مثلا طرف جزوه‌شو توی برگ آچار نوشته، بعد برگ آچاراش هم گم کرده مثلا، یا هنوز صبح پا میشه میخواد بیاد دفتر، تازه داره نمیدونه لباس چی میخواد بپوشه، لنگ جورابش یکیش هست یکیش نیست، نمیدونم لباسی که میخواد بپوشه مثلا یه چیزی ریخته روش کثیفه، حالا باید یه لباس دیگه انتخاب کنه، نمیدونم وسایلشو جا میذاره. خیلی از این یا توی کار نظم نداره، اصلا نمیدونه که چه کاری باید الان انجام بده، نمیدونه که چجوری باید اون کار رو انجام بده، یه ذهن شلوغ و به هم ریخته‌ای داره. ذهن آدم هم باید منظم باشه بچه‌ها، یعنی ذهن افراد موفق فایل بندی داره، یعنی داکیومنت پرونده است، فایل. و تو وقتی که میخوای فکر کنی اینجا انقدر شلوغ نیست، همزمان داری به 100,000 تا چیز فکر میکنی، این میاد اون میره و تو وقتی که میخوای به یه چیزی فکر کنی اصلا نمیدونی چی هست، یادت نمیاد چی کار میخواستی اصلا بکنی، به کی میخواستی زنگ بزنی، گوشیشو برمی‌داره بعد زل زده به گوشی، میگه گوشیمو برداشتم چیکار کنم. میدونی این یعنی ذهن شلوغه و منظم نیست، یعنی تو منظم فکر نمی کنی، یعنی تو منظم برنامه هایی رو نداری که اونا رو به طور جداگانه برنامه ریزی کرده باشی و اونو بری دنبال بکنی. و این منظم بودن چه توی رفتار و چه توی افکار یکی از بزرگترین ویژگی های افراد موفقه. افراد موفق به شدت ذهن‌های منظم و به شدت زندگی‌های منظمی دارن، همه چیشون مشخصه، حتی جای چیزهاشون تو کیفشون مشخصه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی کیفشو باز میکنه مثلا خودکار و لوازم تحریرش مثلا تو یه قسمتشه، یه قسمتش مخصوص گوشیشه، یه قسمتش مخصوص سررسیدشه، یه قسمتش همه چیش نظم داره، نمیخواد دنبال چیزی بگرده، میدونه هر چیزی جاش کجاست. خب و این گونه افراد چون استفاده بهینه‌ای از تایمشون دارن، چون هدر رفت انرژی ندارن، راندمان کاریشون خیلی بالاست، چون در لحظه میدونن چی میخوان، چی کار میخوان کنن، چجوری باید اونو انجام بدن، ابزارش کجاست، همه چی اوکیه. خب به هیتلر میگن دنیا رو با چی گرفتیم؟ میگه با نظم. یعنی نظم اینقدر مهمه توی زندگی. اگر آدم منظمی نیستی، اگر همیشه همه چیت ریخت و پاشه، تو ماشینه، توی خونت، توی اتاق خوابت همه چی قاطی پاتیه، هیچی جای مشخص خودش رو نداره و ذهنت هم همینطور، باید زودتر یه سر و سامونی بهش بدی، هر چیزی رو مرتب کنی بذاری تو جای خودش، هر چی این به بعد یاد بگیری، هر چی رو برمیداری اونو همجوری رها نکنی وسط خونه، برش گردونی بذاری سر جای خودش، در روز یه ساعت‌هایی رو بذاری برای منظم کردن جزوه‌هات، برای منظم کردن کارهایی که باید انجام بدی، باید برای منظم کردن افکارت. اصلا به هر چیزی فکر نکنی، لزومی نداره ما به همه چیز فکر کنیم، چه دلیلی داره اصلا همینجوری هی به همه چی فکر کنیم؟ مثلا به گرون شدن دلار فکر کنیم، مگه شما میخوای دلار بخری؟ به گرون شدن مثلا سکه فکر کنیم، مگه شما میخوای سکه بخری؟ فلانجا زمین گرون شده، مگه میخوای زمین بخری؟ نه ما فلان اتفاق افتاده، مگه اصلا به تو ربطی داره؟ مگه فلان مثلا سلبریتی از مثلا نامزدش جدا شده، فلان فرد مثلا فلان اتفاق براش افتاده، فلان سلبریتی بچه دار شده، نوید محمدزاده با فرشته حسینی ازدواج کرده، اون اصلا به ما چه ربطی داره؟ میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا تو باید انتخاب کنی که به چی میخوای فکر کنی. اصلا دلیل نداره به هر چیزی فکر کنی، دلیل نداره به هر چیزی برای هر چیزی وقت بذاری. خب و برای این باید یاد بگیری افکارتو منظم کنی، باید یاد بگیری تو زندگیت منظم باشی، هر چیزی رو برمی‌داری بذاری سر جاش یا مرتب کنی.
جزوهات، سررسیدت، وسایلات، همه چیز منظم و مرتب جای خودش باشه. آدمی که نظم داره سرعت عمل بالاتری داره، هدر رفت زمان کمتری داره و به خاطر همین آدم موفق تریه. به همین سادگی. تو روزی 1 ساعت هم دنبال خودتو وسایلات بچرخی، ببین چقدر هدر رفت داری، چقدر زمانه، چقدر انرژی داره هدر میره. روزی 1 ساعت هم به چیزای چرت و پرت فکر کنی، باز ببین چقدر عقب میافتی، چقدر انرژی داره هدر میره. خب پس فایده نظم اینه که ما رو از گیجی و سردرگمی در میاره. مورد بعدی برنامه ریزی داشتنه. خب برنامه ریزی هم چیزیه که ما خیلی بهش عادت نداریم، یعنی خیلی همون اصلا نمیدونیم برنامه ریزی چی هست، اصلا تو زندگیمون یه بار نشستیم برنامه ریزی کنیم، اصلا فکر میکنیم مثلا برنامه همون برنامه هفتگیه که تو مدرسه به ما میدادن، ورزش قرآن، نمیدونم املا انشا، نمیدونم تاریخ جغرافی. خب در صورتی که این نیست. برنامه ریزی معنیش این نیست. برنامه ریزی معنیش اینه که شما برای کارهاتون اولویت بندی داشته باشید و وقتی که صبح میشه شما میخواید برید سر کارهاتون، بدونید کدوم کارها مهمتره، بدونید کدوم کارها اولویت بیشتری داره، ارزش بیشتری داره توی روند موفقیت شما، اهمیت بیشتری داره، تاثیرگذاری بیشتری داره و تایم هدر ندید. بدونید که مثلا امروز این 5 تا کار مهم رو باید انجام بدیم. مثلا به فلانی باید محصول برسونم، فلانی رو باید زنگ بزنم پیگیری کنم، فلانی رو باید دعوت کنم، ساعت مثلا فلان تا فلان جلسه هفتگی داریم یا لایو فلان داریم یا آموزش فلان داریم و همه. و وقتی که فردا صبح میشه بیدار میشی تو دقیقاً میدونی این کارا رو باید انجام بدی. سری تلفنتو برمی‌داری، نمیدونم اون کسی که باید پیگیری میکنی، بچه‌های سازمانتو زنگ میزنی، بعد سر راه داری میری دفتر، محصولو میبری به مشتری میرسونی، میری دفتر جلساتو برگزار میکنی، همه کارهای مهمی که باید انجام میدادی انجام دادی. روز که تموم میشه هیچ کار عقب افتاده ای تو نداری. این یعنی برنامه ریزی. نتورک مارکتینگ به شدت نیاز داره که شما برنامه ریزی رو یاد بگیرید. همه آدمایی که موفق شدن، چه باز تو کارهای دیگه چه مخصوصا توی نتورک، چون نتورک یه کاریه که بازه باز داره، یعنی زمان ممکنه شما 12 شب جلسه داشته باشی، ممکنه 8 صبح جلسه داشته باشی و اگر برنامه ریزی بلد نباشی کل زندگی تو میگیره. از کارهای شخصیت میفتی، از زندگیت میفتی، کارت هم نمیتونی درست انجام بدی. ولی اگر برنامه ریزی داشته باشی، اگر که بدونی مثلا چه کارهای شخصی داری تو هر روز، اولویت بندی کرده باشی، چه کارهای شخصی داری، چه کارهایی برای تیم داری، دقیقاً وقتی اینا رو مینویسی شب قبل و اولویت بندی میکنی، میتونی در راستای هم همه اینا رو انجام بدی. هم به کارهای شخصیت میرسی، هم به زندگیت میرسی، هم به نتورکت میرسی، به کارت میرسی، به بیزینست میرسی و همشو با هم انجام میدی. ولی اگه برنامه ریزی نداشته باشی، صبح پا میشی تا چشاتو بمالی، تا صبحونه بخوری، تا نمیدونم از در خونه بیرون شده 2 بعد از ظهر، بعد میری تو راه داری فکر میکنی خب چیکار کنم الان، چه کاری داشتم، میرسی دفتر 2 تا کار انجام میدی، ساعت شده 7 و 8 برمیگردی، نه خرید کردی، نه پیگیریاتو انجام دادی، نه 4 تا کار مفید انجام دادی، فقط تایمتو هدر دادی. بعدم میگی که خب صبح که پا شدم، صبح که پا نشدی، ظهر پا شدی، تا خونه بری بیرون شده بعد از ظهر، رفتی 2 ساعت دفتر چرخیدی دور خودت، برگشتی خونه شده 8 و 9 شب، تایمت تموم شده، خودت هم احساس میکنی یه روز کار کردی ولی در واقع تو هیچ کار مفید و مهمی انجام ندادی، هم از کارت موندی هم از زندگیت موندی. خب و کسی که برنامه ریزی بلد نیست واقعا نمیتونه نتورکر موفقی باشه و کسی که برنامه ریزی بلده میتونه از تایمش بهترین استفاده رو بکنه و شاید با مثلا اونی که دور خودش میچرخه نمیدونه میخواد چی کار کنه، یک روزش رو هدر میده و هیچ کار مفیدی انجام نمیده. یکی دیگه که دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه 6 ساعت در روز کار میکنه ولی تو این 6 ساعت 10 تا کار مفید انجام میده و هم زندگیشو داره روتین و هم نتورکشو کار میکنه و آدم موفقیه.
مثلا صبح ساعت 10 صبح 9 صبح بیدار میشه، صبحونه‌شو میخوره، چه میدونم ورزششو میکنه، دو تا کار پیگیری و تلفنی و ایناشو انجام میده، بعد ساعت 12 خونه میره بیرون دفتر، حالا یا تو راه محصول میخواد ببره به مشتری بده میده، میره دفتر تا 3 و 4 5 کارشو انجام میده، تو راه برگشت خریدشو میکنه، میاد شامشو درست میکنه، زندگیشو سر و سامون میده، دوباره 10 11 شب برنامه‌های فرداشو ردیف میکنه، میگیره میخوابه. هم به کارش رسیده، هم به خریدش، هم به زندگیش، هم به آشپزیش، هم به همه چیش. فرق بزرگترین تفاوت افراد موفق و افراد ناموفق همین مدیریت زمان و برنامه ریزیه. این بزرگترین تفاوت افراد موفق و ناموفقه که یکی از مهمترین تغییراتیه که ما باید انجام بدیم. خب برای اینکه لایف قطع نشه الان خدافظی میکنیم فعلا، یعنی بریم برگردیم دیگه. من این لایف رو قطع میکنم، سیف میکنم، بریم برگردیم قسمت آخر لایو تغییر رو بریم.